مسئله دیگری که از من میپرسن آیا در رمضان چی خوریم چی بخوریم؟ برادر عزیز، هر چیزی که حلال کرده خدا هست برای شما رخصت است. چیزی که باشد همین حلال باشد البته اجازت است. فقط حرکت کنید که در شکم‌های خالیتون یک بار چیزهای خنک نخورید. حرکت کنید که مقصد در خوردنیاتون اهمیت کنید، چیزهای سخت نخورید. یعنی هر چیزی که به سلامتی شما زیان دارد در رمضان مقصد اونها را استفاده هم نبرید، در غیر رمضان هم استفاده نبرید. حرکت کنید که زیادی بد نخورید. این شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت زیکم خوردن یکی را تب نگیرد. یعنی انا اگر با زی پرخوری میگد بر روز 100 بمیرد، زی کم خوردن یکی را تب نگیرد. یعنی آدم اگر چقدر زیاد خورد امکان اگر باشد، یعنی در روز اگر صدها آدم هلاک شود از پرخوردن امکان دارد، ولی از کم خوردن هیچ نفری بیمار نمیشه. حرکت کنین کم خوراکی را مقصد انا رعایت کنین و هر چیزی که حلال است استعمال کنین. مردم ما بیشتر میگن تخم بخوریم اجازت است، البته اجازت است. مردم ما میگن کلبسه بخوریم اجازت است، البته اجازت است. در این تاجیکستان ما شما ببینید که همون حسیب هایی که هستن همشون آدرس دارن، رقم های تلفن دارن، همون کارگرای همه با دادرای شما و برادرای شما و پدرای شما پرسینشون. برای این چیزی که البته حلال نویسنده شده است آدرس هاشون هست، شما بسیار دلتون نماند زنگ زنید بپرسید، علل خصوص در تاجیکستان ما. ولی بیرون از تاجیکستان که من دیگر نمیدانم، ولی داخل تاجیکستان ما الحمدلله که بسیاری از چیزهایش که میبینیم آدرس ها و تلفن ها هم هستند. برای این استعمال اونها برادرای از البته درست هست.